از دیدن خودت با اصطلاح برای خودت بزرد یعنی که دیگرین سلامتی به شما و برای این قربانیان روی شاد می خواهیم. برنامه امشب را با تلاوت چند آیت از قرآن مجید که توسط آقای صابر روح پرور تلاوت میشه برنامه را آغاز میکنیم و بعدا میکروفون به اختیار نصیر مهرین میگذاریم. تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت حضار گرامی و با ابراز تشکر از حضورتان در محفل، خصوصا دوستا و عزیزانی که از راه دورتر آمدن تشریف آوردن. همونطور که آگاهی دارین اطلاعیه و تماسهای شخصی از مدتی به این طرف خواهر عزیز ما پروین جان امینی مرستیار در تدارک کردن یک محفل بود. البته نظر داشتن در شهر خودشان نزدیکای فرانکفورت بعد هامبورگ. متاسفانه با محدودیت هایی که وجود داره برای ما مقدور نبود که سالون بزرگتر بگیریم. گاهی هم در باز گذاشته شد. این در باز گذاشتن تا اطلاعیه معنیش ایست که تنها هم نظران موافقان فکری محکومیت یک توطئه خواسته نشدن، بلکه کسانی که نظر مخالف داشتن هنوز هم به این باور نیستن که توطئه بودن، هنوز به این باور نبودن نیستن که گده بیگناه قربانی شدن. هیچ نوع محدودیت برای سهمگیریشان، برای حضورشان و برای که سهم بگیرن در صحبت ها وجود نداشت. نمره تلفنی گذاشته شده بود و تا آخرین دقایقی هم که به این پرنسیپ وفادار بودیم از اونا کسی جز تخریب مراجعه نکرد. همونطور که آگاهی دارین خصوصا نسل ما که آرزومند هستیم نسل‌های بعدی دقیق‌تر در جریان قرار بگیره. کشور ما شاید توطئه‌های بسیار است. توطئه سال 1352 به نام کودتای میبندوال که در واقعیت خوبیم کودتای نام نهاد میبندوال یک از این توطئه ها بود. در واقع توطئه اول نبود، توطئه آخر هم با توجه به زمینه‌های مساعدی که برای توطئه گری در جامعه ما وجود دارد نخواهد بود. در کودتای نام نهاد میبندوال اسناد مدارک حد اقلی هم که بگوییم ارائه نشده و تا امروز چشم هر کسی که حد اقل بخواه نسبت به یک موضوع برخورد بکنه، برخورد عاقلانه بکنه و خود قناعت بده، نخستین پرسشش نیست که سند و مدرکی که شما برای ادعایتان دارین در کجاست. در کودتای نام نهاد میبندوال حکومت وقت و مدافعینشان قلم زنانشان که اخته شدن به اعتراف ناپذیری و انتقاد ناپذیری تا حال اونایی که با بدنامی سر در نقاب خواب فرو بردن هرگز حاضر نشدن که بگویم که سند و مدرکی نبود و ما بیگناهانی را شکنجه کردیم و شهید ساختیم، خانواده‌هایشان را اذیت کردیم. بازتاب موضوع تنها در افغانستان در میان مردم نبود که نپذیرفتن، بلکه نویسنده ها، مورخین خارج خصوصا کسانی که چند دهه پس این افغانستان طرف توجه قرار دادن
هیچ امکانش نبود که مکسی روی موضوع کودتای نام نهاد میوندوال نکرده باشد. از روی دوبری امریکایی، نویسنده انگلیسی و کشور خود ما روی موضوع بحث کردن، هیچ یک از اینا سند و مدرکی را سراغ نکردن. نویسنده های کشور خود ما مثلا شادروان صدیق فرهنگ در رحمی که مناسبات روی مسائل که جایش نیست با میوندوال مناسبات اصلا نداشتن، اما وجدان تاریخ نگاریش وادارش میسازه که با تحکم بگوید که در حق از اینا گناه شده و هیچ نوع سند و مدرک وجود نداشته. عزیزان دیگه هم طی سالها در زمینه زحمت کشیدن. چند دهه اخیر تیمش از احمد زی، از شادروان نجیم آریا، شادروان مصطفی رسولی نام برد و کسانی متعدد دیگه هم که زحمت کشیدن. آقای ایدر اختر در تلویزیون رنگین باستاب داد موضوع را که طرف غضب صمد اصغر مشهور به قاتل و شکنجهگر میوندوال که هنوز زنده هست قرار گرفت، حتی تلویزیونشان بست. بعد سالهای بعد این موضوع ادامه پیدا کرد. غرض هم از تاکید روی موضوعاتی است که ما با یک نتیجه کاملا مسلم مواجه هستیم، یعنی در حق یک مردم توطئه شده تا اینا را از میان برداره. انگیزش چی بوده؟ دقیق ترین پاسخی که ورزی میشه در اون نامه شما میتونید سراغ بکنید که شادروان مرستیال در زندان دیمزن برای داماد خود با استفاده از امکاناتی که با حسکرا و خصوصیات احترام برانگیزی که داشته نامه نوشته میکند که داود خان فریب دادن و توجه نکرده. من کاری کردم که یک اداره دیگه اذیت نشه و مثل از این مدارک متعدد دیگه که میگیم از زمانی که 16-17 سال پیش شروع کردم کودتاها در تاریخ افغانستان معاصر، بخش از موضوع من مصروف ساخت به نام کودتاهایی که کودتا نبوده اما یک اداره متهم ساختن، مثلا عبدالملکان عبدالرحیم سید و مانند از جنرال گردیزی و کسان دیگه که متهم شدن در کشور ما که کودتا میکنن. اینا با قوم و مذهب و آیین و دین و زبان مایل منطقه تعلق نداشتن، سراسر متأثر از تستوته و یک عده بیگناهان بودن. در خلال مکس روی کودتای نامنهاد میوندوال رابطه با من تامین شد که خوشبختانه بیشترین مدارکی که در تاریخ ما بی‌نظیر است در اختیارم قرار گرفت. آقای داوود ملکیار عزیزی که از امریکا آغاز کرده، نه تنها شکنجه دیده ها را که زنده ماندن کهن سالار از نزدیک رفته دیده با نصب کاملی ویدیویی آوازشان صحبتشان و پرسان کرده، بلکه شکنجه‌گرها را در پای صحبتشان ششته با صمد اصغر، با واویدی، با عیسی نوزاد صحبت‌هایی را ثبت کرده. از اونا میپرسه که چند دهه بعد شما نسبت به این موضوع چگونه فکر میکنید؟ وقتی اینا همه در اختیار من قرار گرفت که شاید بیش از 100 و چند ساعت در بگیره، با تمام وارستگی سعی کردیم که اگر حداقل جلوه از تلاش کودتایی باشد بگوییم که اینا کودتا میکنه، با صداقت و صراحت که با تحکم میشد نتیجه گیری خود بگوید هیچ نوع علائمی از کودتا وجود نداشت. با او خاطر است که ما در برابر نتیجه گیری قرار داریم که یک تعداد انسان ها بیگناه اعدام شدن، بیگناه شکنجه شدن و شکنجه چگونه انسان ها جوانایی که آماده باشن از خلال کتاب و تجارب کشورهای دیگه برای شکنجه مقابله با شکنجه نیست، جنرال هایی که سن پیشرفته دارن، کارمندانی که بیخبر از دنیا بدن، کسی که با کار ریکشا سردشار بده گویی که با ریکشای خود عارف تانکای پاکستانی رو انتقال میداده کودتا کنن. اینا هم اتهامات بسیار مستهجن، بسیار ظالمانه در قضیه صورت گرفته. با اون لحاظ است که گونی از هم نوایی داریم. امروز حتمی نیست که ما مثل خواهرم پروین جان یا کسان دیگه فرزندان یکی از این مغضوبین و شکنجه دیده ها و اعدام شده باشیم. بنا به این دلیل بوده که خود مسئول احساس میکنیم که در کنار از اینا
برای مطوی موضوع همه از این موضوع که در که تعداد ظلم شده خدا مسئول احساس میکنیم که یاد بکنیم و یاد امروز هم نوایی و همکاری مشارکتی که ما حداقل انجام دادیم عملا در گرد همایی به پاسخ از این نیاز است و در این زمینه دوستا عزیزایی هم سهم گرفتن. آقای اسماعیلی سهم گرفتن به عنوان یکی از پیرمردان ما که در اینجا تشریف دارن و همچنان بارموز کاربلد هستن. آقای ناصر بلاشین، آقای امیری، حسن امیری از امریکا تشریف آوردن. نماد جسارت، نماد داشتن صراحت لهجه، نترس و کسی که بیشتر مورد غضب، بهتان و توهین و تحقیری که به خودشان به چسبه قرار گرفته با گردن افراخته هر عقیده و موضوعی که دارن با خودشان، اما نسبت به معرفی و شناسایی جنایتکارا هیچ نوع ترس و بیمی نسبت به هر انسان با شهامت دیگه و خود را ندادن. اونا تشریف دارن از امریکا آمدن و دلیل آشنایی مسلکی با کار آقای پوپل که وکیل هستن از بریمن، اونا انشاءالله که سهم داشته باشن، رسیده باشن. همه تو خواهر ما فاطمه جان از چارچوب مناسبات خانوادگی و یادکرده است مرستیال مرحوم خاطرهایی رو به اطلاعاتتون خاطر رساند. پیامایی داشتیم داوطلبانه دوستانی روان کردن. آقای ایدر اختر که مجموعی از مقالات سال گذشته چاپ کردن و بیشتر مورد عملات چند تا از اینا خصوصا سمد اثر کار داشتن. اونا مطالب رو تهیه کردن و اینا امشب همچنان مقالی نوشته هم نوایی با شکل جدیده ها به اطلاعاتان میرسه. یک قسمت از صد و چند ساعتی که در اختیار ما قرار گرفته بود، فیلم های متعدد، یکشام از مرحوم جنرال عبدالرزاق خان کماندان بومی هوایی خانه‌نشین اون زمان است که داود خان خواسته بودش که پیشنهادات برای بهبود قوای هوایی افغانستان داشته باشه و خانمشان فوت کرده، ماتمدار بوده. شما میبینید اون با خود آوردیم اینجا، امکان داره کمی که مشکل آواز اینا داشتیم که شاید کمکاری خود ما باشه، اما او رو با طور نمونه آورده بودیم که میگه که ما از هیچ جهت هیچ خبر نداشتم و شکنجه قرار نام میبره. یک نمونه مستند است. امشب امینا این مطالب است که گرد آمده